ببین سبا جان، این الان توی یه تونالیته رنگه، خب اینم بک‌گراندش سبزه، درسته سبز آبیه، ولی با این رنگ کار میکنه و تو هم کفو میخوای عوض کنی و چوب کنی، یه لوک دیگه ای به این میده. اگر از من میشنوی به آشپزخونه دست نزن، هزینه هم نکن. چرا؟ برای اینکه آشپزخونه جاییه که بهتره کامل ریموو بشه و جدید بیاد سر جاش. اگه تو بخوای مثلا یه تاچ کوچولو مثلا یه جاشو تغییر بدی، میشه وصل پینه کردن و در نهایت اون چیزی هم که میخوای نمیشه. پس تمام این پولا رو سیو کن یه جا. خب میدونم که دوست داری توی فضای قشنگ زندگی کنی، این کاملا طبیعیه، ولی بذار، آره خیلی سخته، واقعا درکت میکنم که سخته، ولی بذار تمام این پول خورده ها که شاید مثلا به چشت نیاد، $500 $200 اینا رو همه رو جمع کن. اون موقعی که میخوای کامل ریموو کنی بتونی هزینه خوبی بکنی اینجا. بعد اون وقت ما با هم دیگه صحبت میکنیم که مثلا بیایم روی چه چیزایی سرمایه گذاری بکنیم. فقط کابینت نیستش که ما کابینت رو میگیم، ولی اینکه چه گازی بذاری که به لایف استایلت بخوره، سینک چه مدلی باشه که راحت تر استفاده کنی. مثلا من این شیر رو هیچ وقت پیشنهاد نمیدم یه طرفش آب گرمه یه طرفش آب سرده. ماها داریم هم شاغلی، هم بچه داری، هم مهمون داری، میخوای خیلی سریع کارات انجام بشه، پس بهتره که تو یه فاستی اینجا استفاده بکنی که آب گرم و سردش روش باشه و با یه چرخوندن بخوای چیز بکنی. میدونی حتی ثانیه‌اش هم به قول معروف حساب می‌کنیم. و اینکه فانکشنالیتی باشه. یه چیزی که توی رنوویشن خیلی مهمه، سن و سال آدماییه که تو اون خونه دارن زندگی میکنن و اینکه حالا بچه دارن یا بچه ندارن. یه وقتی هست شما اون کنج رو به من نشون دادی، اون کنج خیلی راحت میتونه یه لمنز توش قرار بگیره که برای دسترسی نیاز نباشه شما خیلی دولا بشی بری پایین که یهو کمرت بگیره.